گفتم یا حضرت عباس. فقط همین. جنگ بود دکتر. یک جنگی بود که اصلا ماها نمیبینیم. یک موجودی رو اونجا دیدم، یک موجود بسیار زشت، کریه و بدقیافه. خیلی ازش بدم میومد، خیلی چندشاور بود، کریه بود چهره این. مثل یه میمون هم می‌نشست، به جایی که صاف وایسه مثل میمون بود. میومد روی میز کار این مدیر هتل و در گوشش صحبت می‌کرد، نه اینکه دستشو بیاره، خودشو نزدیک می‌کرد، نمی‌ذاشت صحبت‌های دیگه بهش برسن. این هی صحبت می‌کرد در گوش اون مسئول هتل که لج کرده بود، نمی‌ذاشت انگار ما تخفیف بگیریم و می‌خندید. خنده‌هایی که این میزد من حالم به هم می‌خورد دکتر. صدای او چطور بود؟ یک قابلیتی که این موجود داشت دکتر، تقلید می‌کرد صدا رو. این تقلید کردن طوری بود که مو نمیزد، انگار که اون آقای داوودیان خودش داره فکر میکنه، انگار که اون موجود سوار بر ذهن ایشون میشد و به جای ایشون فکر میکرد، اما در گوشش اینها رو میگفت با صدای خود آقای داوودیان. خودش هم اول شخص مفرد بکنه. دقیقاً اول شخص مفرد خودش میگفت من. این موجود دکتر هوشمند بود. استدلال هایی که می آورد از روی حقیقت بود، یعنی از خودش حرف در نمی آورد، اطلاعات داشت، واقعا راست میگفت. اما نکته اینجا بود که کاری که میکرد اون موجود دکتر روی فقط نیمه خالی لیوان مانور میداد، فقط منفی‌ها رو میگفت با سرعت بی‌نهایت. اونجا برام سوال پیش اومد، خب این مرض این موجود چیه؟ هدف این چیه؟ اصلا چرا داره این کارها رو میکنه؟ چه نفعی اصلا برای این داره؟ اون لحظه که من برام سوال پیش اومد، یه پرده انگار از جلوی چشم من برداشته شد دکتر و من درون آدم‌ها رو می‌دیدم. وسط قفسه سینه ما دکتر یک گوی طلایی رنگ، نورانی، به حدی زیبا قرار داشت که اصلا کیف می‌کردی فقط اینو نگاه کنی. وسط قفسه سینه همه انسان‌ها بود، همه بلا استثنا. یک نفر نبود که این گوی رو نداشته باشه. همه یک اندازه، همه به یک میزان هم نور داشتن. اون نوری که درون این محفظه بود دکتر من لذت می‌بردم نگاهش می‌کردم. اصلا خسته نمی‌شد و من متوجه شدم که اون نور درون اون محفظه، اون نور طلایی رنگ، اون نور از جانب خداست. نه اینکه نعوذ بالله بگم که اون نور خدا بود، نه، اون نور از سمت خدا تابیده شده بود. اون نور خدا بود، اون تجلی نور خدا بود. هدف اون موجود دکتر اون گوی طلایی رنگ بود، اون نور درون انسان ها بود. اون پرده که از جلوی چشمای من رفت دکتر، علاوه بر صدای خنده های چندشاور اون موجود، من صدای خنده های دیگه هم میشنیدم. اصلا انگار که صدها هزار نفر مثل اون موجود هستن و همینطور دارن قهقه میزنن. برای اینکه ببینم این قهقه ها از کجاست دکتر، ارتفاع گرفتم. من حدود 100 متر رفتم رو به آسمون، رفتم ارتفاع بگیرم ببینم این صدای خنده ها از کجا داره میاد. باورتون نمیشه دکتر، اون لحظه‌ای که من به اون ارتفاع رسیدم و نگاه کردم، بدون اراده خودم به زبونم اومد گفتم یا حضرت عباس. فقط همین. نه از شدت ترس، نه از شدت تعجب دکتر. جنگ بود دکتر. یک جنگی بود که اصلا ماها نمیبینیم. همین الان هم که من و شما داریم صحبت میکنیم این جنگ ادامه داره. اینقدر از این موجودات زیاد بودن دکتر، همه جا بودن. هر جا که شما فکرشو بکنید اینها بودن، به جز یک جا که جلوتر خدمتتون عرض میکنم. و تعدادشون خیلی زیاد بود دکتر. شاید به ازای هر یک آدم 2-3 تا از اینها وجود داشت و اینها یک شبکه